حادثه دیگری که هموطنان عزیز در تاجیکستان رخ داد قریب یک هفته می شود. تاریخ 27 اوگوست حادثه این فاجعه‌ای، حادثه تکان دهنده از علامت های قیامت، حادثه بسیار تلخ درشت، یک سیلخیزی کلان آمد، آبخیزی کلان آمد در شهر وحدت که تعداد 17 شهروند تاجیکستان یا که زاده همون وحدت از بین رفت، وفات کردند. در ناحیه رودکی 2 نفر وفات کرد، در ورزاب 2 نفر وفات کرد، در حصار حتی 78 خانه را خراب کرده، ضرر داده است. در یاوان خراسان ولایت ختلان، یعنی در تعداد در یک قسمی از منطقه های تاجیکستان این سیل که سببش باران زیاد بوده است ضرر داد به هموطنان ما، به شهروندان ما، به خانه و مال و ملک هموطنان ما. من اینجا همدردی ما به آفت زدگان و این نفرانی که عزیزاشون از دست دادن میرسانم. همدردی ما، خدا رحمت و مغفرت و مرتبه شهادت قبولشون گردانده باشد، زیرا حادثه بود که ایرا غیر از پروردگار دیگر هیچ کس به دست میگن یا که به برنامه‌اش نمیتونست کرده، زیرا این بسیار حادثه دلخراشه و این حادثه را طبیعی هم گفته نمیشه و این آفت طبیعیش میگن، زیرا طبیعت را نمیکنه، باران به امر پروردگاره. خب به هر حال مردگی‌ها را، فوتیدگان را خدا باز میگم رحمت مغفرت و درجه شهادت نصیبشون گردانده باشد. در اینجا ما میبینیم ریاکسیه حکومت چی بود. ریاکسیه حکومت غیر از یک ماشین آب دادن دیگر ما چیزی ندیدم. یک ماشین آبی به پول داد حکومت به همون ضرر دیدگان. دیدین شما نوارا را، صورتاشون بود بسیار یک حادثه میگم که این حادثه وزمینیه که به بالای نفر نیاد و نمیتونی تصور کنی یا غمگین بشه، ایرا نمیتونی با زبان میگی تمام، اما در بالای سرت حادثه وقتی بیاد بعد درک میکنی، بعد دلت میسوزه، بعد از ته دل میفهمی که مصیبت چی بوده است. یک زن قهرمان ما دیدم در این حادثه، شنویدم و خواندم که یا 1 تن یا چند تن پیازش در زیر همون تهخانه‌اش میگن پدولش مانده بوده است. گفته است که به خاطری که ما زنده موندیم عائله، همین پیازا را بیان هر کسی میخواد صدقه بگیره بره. در ما میگن که صدقه ردی بالا به قول رسول الله. همون شید بهترین این رژیم ده از این حکومت این غیرت، شجاعت، همت زن بالاتر که حداقل در مصیبت قرار داره با دست یک نفر دیگر میگه که یک گشنه و یک محتاج با کمک میکنه. ما یک عمل محلگرایی در اینجا میبینم. در صحبت پیشینم گفتم که در مصیبت مردم کلاب که با گفته رژیم اگر باور کنید 12 نفر مرده، گفتیم که سراینده ها سرود خواندن، بعضی ها مرثیه خواندن، بعضی ها شعرهای غمناک خواندن، تعزیه بیان کردن، ملاهاش علاوه، ژورنالیست ها علاوه، بعضی خبرنگاراش علاوه و بعضی از حکومتدارا علاوه تعزیه بیان کردن و این کار خوبم کردن اگر فرمایشی به شرطی نبود. این کار خوب بود، اما در این مصیبت من ندیدم هم خیلی باشه که این قریب 2 برابر ای حادثه کلاب فرق میکنه مرگش. و در اینجا با گاه ها علاوه، خانه ها علاوه، تعدادی باز میگم زیادتر خانه ها آسیب دیدن، ضرر دیدن. مردمش یا که مرگش زیادتر بود. در اینجا ندیدیم که مرثیه در حق اینو بخونن، سرود بخونن، ملاها علاوه همدردی بیان کنن، ندیدیم. تنها رحمان فهم با همون روی بینور رو شو که همون صحیفهش که نامعلوم از نامی کی می نویسه من قبول ندارم. بازم میگم که در تاجیکستانی وحدت بعد دوشنبه نمیدونم 10 دقیقه راه باشه، همین 2 کیلومتر هست یا نیست. چی با نرفتی در پهلوی مردم باشی؟ ای مردم، این
قسم خورده این مسئولای وظیفه‌دارای، این باید در مصیبت، در سختی در پهلوی شما باشه. این بی‌مسئولیتیش، بی‌طرفیش، بی‌شرفیش، بی‌پرواییش سرش میخوره، دیگه هیچ چیز نیست. و محل گرایی را ما درجه میبینیم که چنین عمل، چنین حرکت از طرف حکومت، از طرف مردم نشید نسبت به این حادثه آبخیزی یا که آفت تابیش میگه. در کلوب چنین بود، درجه ای خیلی بود. کلوب از وحدت چی فرق داره؟ از ورزاب، از حصار، از سرخوصار چی فرق داره؟ ایوان چی فرق داره؟ یعنی همش منطقه تاجیکستان نیستن، مردمش عضوی تاجیکستان نیستن. وقتی بسیار میگن ما تاجیکستان را دوست میداریم، اگر کلوب طاقت دوست بداری تو دروغ میگویی. باید که تمام ناحیه به ناحیه، کوچه به کوچه، جماعت به جماعت، خانه به خانه تاجیکستان را دوست بداری. و اگر که دوست میداری در گپت باید جواب داده بتونی، در گپت باید باور کنی که در اون مصیبت اگر تعزیه بیان کردی در ایش هم بکن، در اوجا وقتی که چی حرکت چی نشون دادی در ایجا هم بکن. ایاشان مردمان، ایاشان مسلمانان. همون ندیدیم ما کمک حکومت. بازم تکرار میگم، یک ماشین آبی به پول بود، یک ماشین آبی به پول. در مقابل یک مصیبت رحمانوف چیکار کرد؟ با ناحیه دنغره رفت، در اونجا رقص بازی و بزم توی تشکیل کرد. شما دیدین نه؟ نوارا دیدین؟ توی تشکیل کرد. این مصیبت، این ماتم، این درد، غم و مشکلات عمومی ملی های تمام ملت در یک طرف، این ای پای همون رقص بازی، همون سفرهای بیمانیشه، این پروا نداره. این همون نفریه که در وقتی کووید-19 همین مصیبت از همین مشکلات ها میگریخت، همون نفره ای مسئولیت میگریزه. بعد یکی پیدا میشه و یک جا میگه که وطن شما دوست بدارین، ای تای دل دوست بدارین، ای تای دل دوست بدارین. با وطن صدقاً میگه خدمت کنین، خیانت نکنین. نمی خیانت نیست چیه؟ اگر خونه رحمانوف او میزد چی میشید؟ همین خونه رحمانوف اگر او میزد چی میشید؟ هم خیلی بی‌طرفی میکرد میرفت پشتی همون رقص بازی توی تماشا میکرد، نمیرفت. کاش که همون بدخشان رفتن در امتری دولانی 100 تنه 5-6 تا می اومده در کلان همین راست میشید، با بالای ماشینای همین میگذشت. ما فاتحه‌اش امروز میخوندیم، همون نشید. این تری تقدیر نبوده در رحمانوف. او گنده را مرده نداره میگیم که همون های مردم. شما باید که اینو طلب کنین، طلب و ایران جدی بگیرین. بازم میگم اینا شما را وعده میتن، فریبتون میکنه، شما را نمیفهمین. باید که نگاه کنیم من چی فکر دارم. باید اینا میو رحمانوف خودش یک تاقی 4 گله میگه میو که همون الله را دسترش میدو، با وزیراش هم همش تاقی میدوختن، میرفتن در نزد همون خانه‌های خراب شده میشیشتن، کروگ میشتن. رحمانوف سر میکرد خانمه خانمه خانمه. بعد ای پیشتش وزیر داخله، وزیر خارجه، وزیر مدافعه و دیگر وزیراش شروع میکردن سر آواز میگرفتن خانمان خانمان خانمان. رسم میگرفتن در جامعه جهان نشان میدادن که بیارین کمک کنین که ما قوت نداریم، توانایی نداریم، مردم را کمک کنیم. ما همه را دزدیدیم، بردیم جوگه کردیم. چه فهمیدین؟ پرزیدنت همین شما میفهمید که پرزیدنت یعنی چی؟ پرزیدنت مسئول نفری که خدمت میکردگی به مردم، یا که به یک لفظی بسیار کوچکی بگومش خر. پرزیدنت خری ملت، خدمتگاری ملت. خرش خیلی سوار میشین، خیلی به شما خدمت میکنه. نمی رحمانوف باید سوار بشین، باید خدمت بکنه به ما. رنگ خر اما برعکس مردم سوار شده، برعکس ما در خدمت داریم. این باید خدمت کنه در شما، این باید خر واری خدمت کنه، رول خر باید بازی کنه.
کیف صفایی در اجازت نیست، درست نیست، جنایت های سفرهای همش جنایت های، جنایت های الهیده، رسخوده الهیده. شما میفهمید مصرف های به معنی در بالای مصیبت، در بالای مشکلات، در بالای جنازه شما مردم. شما ببینید در بالای جنازه های شما این توی کدسته وقتی ای فرودگاه بدخشان خنبید توی دیدین دینامیکا اوندگی رقص بازی ما صورت را نشون بتون دیدین کمپیر و مسافر دخترها و کودکا دایره زنان رقص بازیش دارن گویا که در تاجیکستان هیچ کس نمورده هیچ ماتم نیست. ماتم ملی باید یا اعلان کنن ماتم ملی در یک ما دو تا مصیبت های اول ما آخر ما قزاقستان رفت توی تماشا تشکیل کرد رسخودا را دیدیم کجا میره تا قزاقستان کجا تو سفرهای بیمانه میکنی کجا تو بعض بازی میکنی که مردم قریب نگاه کنید 50 نفر در کلوب اینا 21 نفر اگر به حکومت باور کنیم 70 نفر در یک ماه مرد این در یک ماه 3 توی تماشا کرد 3 تا بعض بازی کلان یکتش در بدخشان یکتش در قزاقستان یکتش در دنغره در یک ماه مصیبت یا نگاه نکردن. این تحقیر ملت های مردم شما بفهمید در مصیبت شما یا توی میکنن در پهلوی شما نیست شما شرم بکنین مردم شما شرم بکنین ایزو بکشه وقتی که اگر که بگنتون بیا امور برین پیشواز بگیرین یا در مجلس اشتراک بکنین یا همون میا بیا اوجا برین یا این کارا بکنین شما نکنین. رحمان مسئولیت گریزه یک بشرف و بیناموس های آخه یک به خدا و به ایمانش بگیم این دیگه گپ عادی شدگیه او را تاثیر نمیکنه اما شما نمیشه بفهمید که به مسئولیت به شرف به پروا در مصیبت شما در پهلوی شما نیست او را تعریف نکنین او را ستایش نکنین تعریفاتون ستایشاتون ضرر داره این امروز ارکش کردین دیگر تعریفش نکنید قهرش میکنن. سخن بسیار فکر میکنم آدمی نفهمه هیچ فایدهش نداره. آخرین سخنم به شما مردم تاجیکستان همی است که شما با وعده های اینا باور نکنید شما را در مصیبت در مشکلات در ماتمهاتون کمک نکردن نمیکنن. شما از اینا جدی طلب کنید که اینا وظیفه شونه بیارن شما را کمک کنن. خانت خراب شد زخمی داری مال حیوانات ای بیرفت بیاره حکومت همه را بستنه کنه جان شما را نمیتونه برقرار کرده اما بزانو زده ای شما زوره و رحم طلب کنه. رحمانوف وزیراش خطی رحم بگیم که بخشش بپرسد طلب کنه زوره کنه که ما را عذر ما را ببخشین ما نتونستیم که سر راهی جان همه عزیزای شما را بگیریم که یا وفات کردن. آخرین سخنم این هم بود برای شما که قاطعانه جدی سریوزانه از این رژیم حقتونه طلب کنین. اینا شما را فریب میکنن شما خاموش نیستین در وعده های دروغ اینا. بار دیگر همدردی ما تعزیه ما با مردم قربانیان شهر کلوب و این مردمی که در این سیل وحدت باشه حصار باشه ورزا باشه رودکی باشه یوم باشه با این مردم هم یعنی در عموم با مردم تاجیکستان همدردی ما غم شریکی ما میرسونم که خدا گذشته هاتون رحمت مغفرت و درجه شهادت نصیب شون کنه زیرا بهترین و بالاترین حتی ما بگو خطا نمیکنم برای ما مسلمان ها یا ما انسان ها همین شهادت هایی که خدا نصیبش کنه دیگه بحر این دنیا گذشتیم دنیا ارزش نداره. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.